توی این ویدیو 9 فیلم جذاب در ژانرهای مختلف داریم که تو تعطیلات آخر هفته لنگ نمونی. سلام، اگه دنبال فیلم‌های جذابی چنل رو ساب کن، ویدیو رو لایک کن، یه کامنت هم بذار، کامنتت هم لایک کن. یه کامنت هم بذار، کامنتت هم لایک کن، حال نداشتی هم ولشون کن. فیلم اول برف شکن، محصول 2013 جمهوری چک کره جنوبی، در ژانر اکشن، هیجان انگیز، علمی تخیلی و نمره 7.1 IMDb. داستان فیلم هم اینجوریه که یه آخر زمان یخبندان اتفاق افتاده و باقی مونده نسل بشر در یه قطاری هن که همیشه در حال حرکته. تو اون قطار مردم به این صورت طبقه بندی شدن: واگن‌های جلویی قطار قشر پولدار تا میرسه به واگن‌های آخری که ملت فقیر اونجان که خیلی هم تحت فشارن، از جای خوابشون بگیر تا غذاهاشون، تا اینکه تصمیم میگیرن برای جا و غذای بهتر بجنگن. فیلم دوم لوسی، محصول 2014 آلمان آمریکا، در ژانر اکشن، علمی تخیلی، هیجان انگیز و نمره 6.4 IMDb. داستان فیلم درباره لوسیه که طی یه اتفاقی میگیرنش، مواد جدیدی که ساخته شده رو میذارن تو شکمش برای قاچاق. اما کیسه مواد تو شکمش پاره میشه و مواد وارد خونش میشه. این مواد باعث میشه تو قدرتی رو به دست بیاره که در هیچ انسانی نیست. فیلم سوم سکوت، محصول 2016 آمریکا، در ژانر ترسناک، هیجان انگیز و نمره 6.6 IMDb. داستان فیلم درباره مدی، یه زن نویسنده و ناشنوا. حالا یه شب مدی گیر یه قاتل روانی میافته که میخواد بکشتش و باید جون خودش رو نجات بده. فیلم چهارم روانی آمریکایی، محصول 2000 آمریکا کانادا، در ژانر ترسناک، جنایی، درام و نمره 7.6 IMDb. پاتریک بیتمن جوونی اهل نیویورک که یه مرد معقول و خوشتیپه، اما پشت این چهره آراسته یه هیولا نهفته و شبا کار واقعیشو شروع میکنه و میره به شکار ولگردها و زنان خیابونی. I like to dissect girls. Did you know I'm utterly insane? فیلم پنجم تغییر کردن، محصول 2011 آمریکا، در ژانر فانتزی کمدی و نمره 6.3 IMDb. داستان فیلم درباره دو رفیق به اسمای دیو که یه وکیل متأهل و 3 بچه داره و میچ که مجرده و هر کدوم زندگی متفاوتی دارن و به جایگاه همدیگه حسادت میکنن، تا اینکه یه روز صبح که از خواب پا میشن میبینن بدناشون جابجا شده و فرصتی رو به دست میارن تا زندگی متفاوتی رو تجربه کنن. فیلم ششم شاتر، محصول 2004 تایلند، در ژانر ترسناک، رازآلود، هیجان انگیز و نمره 7 IMDb. داستان فیلم از این قراره: یه عکاس جوون و نامزدش بعد یه تصادف غم انگیز سایه های مرموزی رو تو عکساشون کشف میکنن و ترسناکی فیلم از اینجا آغاز میشه. فیلم هفتم شاهین، کره بادام زمینی، محصول 2019 آمریکا، در ژانر درام، کمدی، ماجراجویی و نمره 7.6 IMDb. فیلم درباره پسریه به اسم زک که به سندروم داون مبتلاست. 3 2 1. زک آرزو داره یه ماهیگیر حرفه‌ای بشه و از مرکز نگهداری معلولان فرار میکنه و میره به دنبال رویاهاش. Party? No, not party. Zach,
You have a young boy with Down syndrome in the middle of nowhere. All right, well, what have you been doing paper? فیلم هشتم سوگند محصول 2012 آلمان آمریکا در ژانر درام رمانتیک و نمره 6.8 IMDb. فیلم درباره یه زوجیه به اسمای پگی و لئو که یه روز یه اتفاق ناگوار واسهشون میافته. پگی بر اثر تصادف میره تو کما و وقتی به هوش میاد حافظه‌شو از دست داده. She doesn't remember me. Her memory is going to improve with... و بقیه‌اش هم خودتون برید ببینید. We miss you. Coming home to life, I don't know. That's a lot to take in. We'll figure this out. فیلم نهم یادداشت‌هایی بر یک رسوایی محصول 2006 انگلستان در ژانر جنایی درام رمانتیک هیجان انگیز و نمره 7.4 IMDb. Surprisingly young. You've cost me my family. Don't play the good mother with me. حالا نوبت شماست. یه فیلم خفن مخصوص آخر هفته تو کامنت به معرفی کنید. و اینکه واسه دانلود فیلم ها کافیه به چنل تلگرام که لینکش تو دیسکریپشن هم هست سر بزنید. لایک و ساب و زنگوله هم یادت نره چون قرار فیلم های جذاب رو بهت معرفی کنم. خلاصه دمتون گرم که تا آخر با اومدین. خدافظ.